السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیزم، در یک مسئله فکر و نظر خودم میخوام بر شما عزیزا بگم و اینم مسئله دلبستگی با دنیا داشتن است. عزیزای دل، ما فکر و نظر خودم همی است که انسان وقتی که دلش به دنیا جذب شدگی امکانیت ها را از دست میتیه. چگونه امکانیت ها را از دست میتیه؟ مثال گپ نگاه کنیم. اگر دلت به مال جذب باشد تا اون حدی که مال شاه باشه و تو گدا، تا آخر زندگی را مال شاه می شود و ما و شما گدا میشیم. به خاطر چی؟ به خاطری که انسان خودش غلام اون چیزی را که خودش پیدا میکنه. اگر ما و شما شاه بشیم و مال ما غلام بشود، هر وقت میتونیم در دستمون گرفتگی شیم، میتونیم به هر کسی که بخوایم دادش بتونیم. و سبب اصلی گفته های بسیاری از دوستارم و فکر و نظر ما است که ما داده مال ثروت دنیا نشویم. این یک گفتی گپا فلسفی زندگی اسلام است. وقتی که پول مال اولویت هم میگیرن، ای دست بتیم شما بسیاری ای برادرای ما به فلاکت دچار میشوند. مثال عادی، یک همسایه داشتیم، در برمون یک همسایه داشتیم، یک زوادی آبروری داشت. روزش آمد که زوادش بانکرات شد، دلش زد مرد. به خاطر چی؟ به خاطری که فکر نظرش قدرت تواناییش زواد بود، خودش نبود. اگر ما مثال گپ فکر نظر قدرت توانایی ما به خودمون وابستگی دو بتیم و به خداوند بگیم الله قوام بتیه با صاحبش میشم، ما صاحبش میشیم. مشکلی ندارم، ما صاحبش میشیم. ولی اگر مال اولویت بگیره، ما هم وقت بای میتیم. روزش بیایه که مثال گپ مال ای دست دادیم به فلاکت دچار میشیم. برای دوستان عزیز، مسئله بالای پول دوست داشتن و نداشتن نیست. امروز به پول یگان کار بار کردن نمیتونیم ما شما. مثلا هر قدمی گذشتگید مغازین برای پول اینجا برای پول اونجا برای پول فکر دم پول. یکمی فکرها را اگر کنترل نکنی غلام فکر میشه. خدا یار مددگار شما باشد و خدا سبب فلاکتی یک برادر با واسطه پول مال نشوه. و الله سبحانه و تعالی در هر یک کاربار شما به شما یاردم بده و توحید محمدی را روانه بکنه در ذهن های ما و شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.